بسته داریم. بسته داریم. بسته داریم. بسته داریم. این کسی ترین رسته‌ایه که من تا به الان خریدم. چرا خریدم؟ نمیدونم. ولی ایده‌ای که براتون دارم اینه که زود بخوابید. شاید براتون سوال باشه که چیه؟ منم دقیقا نمیدونم که چیه. آره. اینو خریدم. این چه جوریه؟ توش از اینا داره که نمیدونم باید اینو در بیاریم یا توش باشه. جوری روشن میشه. اوه اینجا ببین. شمکشی جلال خالق. اینو اینکه چه جوری کار میکنه دقیقا نمیدونم. ولی داداشم GBT بهم گفتش که برو حموم. چه جوری باز میشه؟ آینه داره. یه رفتم حموم که همه منافذ من اینجوری گشوده بشه. آب تصفیه شده نیست. ولی خب آب. نریزه. کلا مثل این که نباید با پوست خشک استفادهش کنین. برای همین اینو خریدم که البته نمیدونم میتونی خب صورتو خیس کنی. چرا باید اینو بخری؟ نمیدونم. زود بخوابی. بعد اینو جلال قالق چوسی. احساس میکنم یک بلاگر بسیار معروفم. خفه شدم. خب بیاید یه گوشی صورتمو تست کنم. فعلا اولیه رو میخوام استفاده کنم که گویا کبودی و اینا هم داره اگه درست استفاده نشه. کبود نشم. یه حسی بهم میگه اینجای صورتم کبود میشه. ولی این هیچی جرم نکرد. بچه‌ها این تهو میبینید؟